سلام، ویدئوی دوم آموزش نصب و کاربرد ژئوسل. ویدئوی اول رو جایی تموم کردیم که رول‌ها در طول و عرض باز شده بودن. همونطور که توی شکل هم مشخصه، دو مقطع اینجا زدیم، مقطع AA و مقطع BB. ملاحظه می‌کنید که چطور سلول‌های ژئوسل در شیب در طول و عرض قرار می‌گیرن و ما انکرها رو چطور در داخل سلول‌ها نصب می‌کنیم. اگه نیاز به ژئوتکستایل داشته باشین، زیر ژئوسل بر روی خاک پهن میشه و اگر نیازی به ژئوتکستایل نباشه، ژئوسل مستقیما روی خاک اجرا میشه. همینطور که ملاحظه میکنید یک رول پهن شده روی شیب اینجا داریم. فقط در نظر داشته باشین فاصله‌ای که اینجا بین پین‌ها قرار گرفته به صورت شماتیک هست و این فاصله نیاز به محاسبه داره. این محاسبه بستگی به زاویه شیب و ارتفاع خود ژئوسل داره. معمولا ژئوسل رو تا شیب 60 درجه نصب می‌کنیم که البته اون هم نیاز به یک سری تمهیدات ویژه داره. بعد از 60 درجه ما وارد مفاهیم دیوار میشیم که توی دیتیل های دیوارهای ژئوسل توضیح میدیم اونو کامل بهتون. توی این ویدیو ما در مورد شیب فقط صحبت می‌کنیم. برای نگهداری ژئوسل یه سری مکانیزم ها وجود داره. یکی اینکه در بالا که به صورت انکراژ هست یا اصطلاحاً انکرهای تاج رو خواهیم داشت و دیگری پین هایی که توی این تصویر ملاحظه می کنید که اینجا به ازای هر 3 سلول ژئوسل یک پین قرار گرفته شده و در عرض ژئوسل هست. در قسمت پایین کار هم که خیلی مهمه، ما یک پنجه رو توی ژئوسل رعایت میکنیم، یعنی ژئوسل رو در لبه شیب رها نمی‌کنیم و معمولاً 2 سلول میذاریم تا دچار آب شستگی یا خوردگی نشه. خب اینجا اما یه نمونه از پین ها هست که با توجه به طرحی که ما به شما میدیم متغیره. تو این تصویر یه آرماتوریه که یک قطعه پلاستیکی بهش رزوه شده، ولی خب ما معمولاً سر آرماتورها رو خم میکنیم و آرماتورها رو به صورت عصایی طراحی و استفاده میکنیم. این بخش هم به پایان رسید. ممنون از همراهیتون.